از سلمان فارس خدا از او راضی باشد روایت است که پیامبر خدا درود بر او فرمودند: هر کسی که روز جمعه غسل می کند و خود را پاکیزه می نماید و از روغن و یا مواد خوشبویی کننده‌ای که در اختیار دارد استعمال می کند و سپس به نماز جمعه برود و هنگامی که در مسجد داخل شد از روی شانه های مردم عبور نکند و هر آنچه که برای او مقدر شده نماز بخواند و با دقت و رعایت سکوت به خطبه امام گوش فرا دهد، پس تمام گناهانش از جمعه قبل تا این جمعه بخشیده خواهند شد. حدیث بخاری، کتاب نماز جمعه، استعمال روغن خوشبویی در روز جمعه، باب 4.